توی تابه بدون فر و بدون همزن یه همچین کیک شکلاتی خوشبافت و خوشمزه‌ای درست کن. فقط کافیه ویدیو رو تا آخر ببینی و تمام نکاتش رو رعایت کنی. همین اول کار لایک ویدیو رو بزن، بریم که با هم آموزشش رو ببینیم. 3 تا تخم مرغ رو داخل تابه بریز، یه قاشق چای خوری بهش وانیل اضافه کن، یه لیوان شکر دانه ریز بریز و یه لیوان شیر. تمام مواد باید به دمای محیط رسیده باشن. حالا نصف لیوان روغنم اضافه کن، 2 لیوان آرد رو توی الک بریز، 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو و 2 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر. مواد خشک رو الک کن، بعد هم با یه قاشق تمام مواد رو با همدیگه ترکیب کن. همینطور که میبینید این کیک نیاز به همزن برقی نداره، فقط با یه قاشق میتونی تمام مواد رو با همدیگه ترکیب کنید. غلظت مایع کیک باید به این شکل باشه. کناره های مایع تابرم تمیز کنید، دمکنی بذارید، با شعله پخش کن و حرارت ملایم اجازه بدید 40 دقیقه بپزه. برای سس شکلاتی 2 قاشق غذاخوری شکر، 1 قاشق سرپل پودر کاکائو، 2 قاشق غذاخوری روغن و 1 تیکه شکلات تخته‌ای و 1 لیوان شیر رو روی حرارت ملایم بذارید، مدام هم بزنید تا شکر و شکلات حل بشه. بعد هم کنار بذارید تا خنک بشه. بعد از حدود 40 دقیقه کیک رو با سیخ چوبی تست کنید. اگه مواد به سیخ نچسبید آماده است. قبل از اینکه سس رو بریزید حتما کیک رو برش بزنید و لبه هاشو از مایع تابه جدا کنید. اینجا من برای تست که شما ببینید چقدر کیکمون خوش باف شده یه تیکه رو جدا کردم. یه همچین کیکی با این بافت توی مایع تابه به نظر من عالیه. حالا سس شکلاتی رو که خنک شده رو روی کیک بریزید و اجازه بدید چند ساعتی توی یخچال بمونه. بعد هم با هر چی که دوست داشتید مثل پودر پسته، پودر گردو یا شکلات رنده شده تزیین کنید. امیدوارم درست کنید و از خوردنش در کنار عزیزانتون لذت ببرید.